حرف ای، ابتدای حرف ای همون شبیه به حروفی هست که گفتیم شکل قطره نوشته میشه، مثل حرف سی هست. بعد از اینکه این رو نوشتیم ما یک دایره کوچیکی این قسمت یا نیم دایره به اول ای اضافه میکنیم، یعنی شباهت حرف ای با حرف سی این شکلی هست و بعد ما ابتداش این رو اضافه میکنیم. حالا وقتی بخوایم به صورت پیوسته بنویسیم در کنار حروف دیگه، این رو باید ابتدا این دایره رو مینویسیم به این شکل و بعد حرف سی رو در ادامهش مینویسیم. یعنی اگه بخوایم این خط ها رو ادامه بدیم این دوتا خط باید موازی باشن. حرف ای شباهت زیادی به حرف سی داره، فقط تفاوتشون در این قسمت نیم دایره است. اتصالش به حروف قبلی هم شبیه به همون حرف سی هست. ما میتونیم اولین خط رو اینجوری بنویسیم و بعد اینو ادامه بدیم و به این شکل. با حروف بعدی هم که هم اینو که اینجا نوشتیم به حرف A به این صورت به حرف بعدی میچسبونیم.